این مکان ویرانه جای خوابی سفرخان 18 ساله پسر صوفیه شریفووا است. تا 17 مارت صوفیه 52 ساله دورتر از این حجره ویرانه مکانی زیست داشت. 20 سال در آن زندگی کرده انشاءات خدمترسانی پایگاه اتومبیلی شماره 2 فرخار را دیدبانی کرده است. این انشاءات مربوط به اجنسی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری بوده است. اما منزل صوفیه به دیگر کس داده شده و طبق قرار دادگاه تخریب شده اند. این هم بالاپوش و خیشت‌ها از بازمانده آنند. این هم یا خدمت تخته در ترزه همه چیز نگرفتن، یگان چیز نیست، همه را گرفتن دزدیدن بردن. بعد خانه ویرانی به جز سفرخان 4 کودک دیگری صوفیه هر طرف پراکنده شده اند. ولی سفرخان برای از مکتب دور نشدن درون این کمز را جای خود انتخاب کرده است. 3 روز پیش از عید رمضان سایبان کمز آمده خانه سفرخان را میبرند. اکنون سفرخان مجبور است حجره ویرانه را مکان زیست انتخاب کند. نه ترزه میبینید ترزه داشت تخته چکیده بود تخته را کندم فردادم بعد مخدم شفر زدم محکم کردم. اینجا شما شده اینجا در کلیچ هسته تا دست نای. اکنون اویله یک وقت سرجمع صوفیه پراکنده است. او قصه کرد که از 4 فرزند دیگرش خبر ندارد. اما سفرخان را به خاطر خواننده مکتب بودن زود خبر میگیرد. وی از اجنسی بهداشت زمین و آبیاری مکتوب دارد که باید به منزل تامین کرده شود. اما تاکنون کسی به این مکتوب اهمیت نداده است. یک روز صوفیه در نزد دادگاه فرخار با گلستان دورانو شناس شد که با وجود بحثی بودن خانه‌اش صوفیه را به آن راه داد. حالا صوفیه موقتا با گلستان زندگی دارد. مقصد جواب ندارم فرزندم در هر درای گفتم خیلی که خونه من بحثیه. مقصد که من بگم که جای زیستی چی هم ندارم که و خیلی که خودم آوردم جو کردم که خیلی بستم اینجا قدیمو. کوچو بور خانه صوفیه در هر طرف پهن و پریشان است. یک قسمتی آن در اداره کمونالی ناحیه است. بخش دیگرش همراهی سفرخان. در مؤسسه تعلیمی که سفرخان تحصیل میکند حال او را تصدیق کردند. راهبر مکتب گفت که آنها آگاه هستند سفرخان در درون کمز زندگی میکرد. در حقیقت جای زیست سرپناه ندارد. در ما وقتی که ما رفتیم از حال اولی از عموما جای زندگی رو آگاه شدن در حقیقت دیدیم که در داخلی اتومبیل زندگی میکند. این حالت را دیده رهبر مکتب خواسته است سفرخان در مکتب اینترنت تحصیلش را ادامه دهد. اما سفرخان راضی نیست چون از مادرش جدا می شود. صوفیه هم هر روز در خانه گلستان چون این خپ و خاموش است. روزهای گذشته‌اش را به یاد می آورد. آینده‌اش را نمی داند. اما آرزو دارد صاحب منزل باشد و فرزندانش را سرجمع کند. محمود جان احمدزاده، آزادی، فرخار.